دلبر چیست؟ یک عدد بلیغ که به چشمان شما بسیار زیباست. نه اخلاق دارد نه اعصاب. بسیار خودخواه و مغرور هم هست. با وی نباید در هیچ موردی مخالفت کرد. یعنی جرأت مخالفت کردن نیز نخواهید داشت. معمولاً و حداقل 20 کیلو وزن دارند. اول دلتان را میبرند، بعد هوش و حواستان را، در آخر هم خودتان را. این موجود جوری هست که حالتان فقط با او خوب است. یعنی کافیست دوچارش بشوید تا دیگر هیچ چیزی جز او را نفهمید. اخلاق بدش را دوست دارید، خنده هایش را، گیر دادن هایش را و سایر موارد. در صورت ابتلا به این موجود هرگز به فکر درمان نباشید، چون ابتلا به دلبر سعادت می‌خواهد. چشمانتان را ببندید و مشغول دوست داشتنش شوید.